درود به شما بچه تو خونه، من حسین مستر هستم. اومد با یه ویدیو جدید و خفن دیگه. آقا امروز اومدیم یه خوراکی خارجی و عجیبی که من یه سوپرمارکت خریدم و با هم تست کنیم. این چند طعم مختلف داشت و تازه الان من یه طعمش آوردم. اگه این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید براتون طعمای دیگه‌ش هم میارم. از فروشنده پرسیدم که طعماشو به من بگه، میگفت این طعم مثلا معمولی نیست، طعم خیلی جدیده. اون طعم توکیو، طعم پاپایی که میوه، اون یکیشم طعم مکزیکی هم بود، اینجوری بودش. من طعم توکیوش آوردم، گفتش توکیوش خیلی ترشه. جیری ما الان میخوایم اینو تست کنیم و بهش از 1 تا 10 نمره بهش خوشگله. خودم ازش خوشم اومد. اینو چاپ کنم. من اینو میخوریم و بهش ترشی میدیم و گفت ترشی دیگه، به ترشیش نمره میدیم. 1 تا 10 به خوشمزگیش میدیم و این ارزش خریدن داره. 45,000 تومان هم شد. مفت خارجی نکن، همه چیزش انگلیسیه. من اینو باز کنم تا بیایم. راستی بی صبرانه لایک، کامنت، سابسکرایب براتون نشه. از زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین نفراتی باشین که میتونید ویدیو ما رو تماشا کنید. اگه کامنت بزنید بقیه تماشا، کامنت بذارید که اگه حمایت کنید بگید آره من تماشام خوشم اومد، براتون تمام دیگه‌ش هم میخرم. همه این پولا رو هدر میدم تا شما رو سرفراز کنم که پولتون رو ندین با واقعا از من حمایت نمی‌کنید. فقط همین انگشت مبارک روی لایک بشا بده. حالا فعلش کن دیگه، من برم اینو باز کنم بیام. فعلا خدافظ. چرا ویدیو کات نخور؟ واقعا کات چرا کات نمیخوره؟ خب ما رفتیم و برگشتیم و درش رو باز کردیم و البته خواستم کات بزنم به مشکل برخورد. خب دیگه وقت نگیریم، بریم ببینیم طعمش چیه. لیوان خوشگل بکنم. چه صدایی؟ چه خوبی میده. من مثلا مسکولم میزم طعمش یک مقدار اونجوری نیستم، ولی خواهم طعم روک و کاملش رو بهت میگم، ولی خدایی بوی جدیدی داره. همونطور مرده گفتش ترشه، ولی ترشیش زیاد ترش نبود، اما خیلی خوشمزه بود. خوشمزه بود. ببین به ترشیش از 1 تا 10 3 میدم. اصلا ترشی جوری نبود که آدم اذیت کنه. ترشی جوری بود که مثلا ترشی جوری نبود آدم اذیت کنه. کرمش میگفت بقیه‌شو بخور. خوشمزه، به خوشمزگیش هم 7 از 10 میدم. حقیقتا ارزش خریدن داشت، یعنی مثلا بد نه، خوشمزه بود. چرا من دارم اینجوری از توکیو واقعا ژاپن نه، حالا نمیگم از خود ژاپن اومده و زوم نمیکنه. حالا چرا بابا درست کن که چرا تار نشون میده. حالا من خلاصه دوش هم ژاپنی نمیشه، هم توکیو، منظورش هم توکیو. خلاصه خوشمزه بود، ارزشش داشت و من خوشم اومد و اگه حمایت کنی میتونم طعمای دیگه‌ش رو براتون بخرم. برای تو دماغم. خلاصه اگه خوشتون اومد بهم بگید تا بقیه طعماشون هم براتون بخرم. بعد دیگه 3 ساعت وقتتون نمیاد دکار کردن خودتون دیگه. اون مردونگی کنید، من دارم پول در میدم. مردونگی کنید بزنید تو یا خدا. خدافظ. بزنم رو دکمه